خانم خسته نباشی. خواهش میکنم آقای محترم. از این ماشین قشنگتون که یه ذره کثیف هم هستش دوتا داری؟ واسه یکی دیگه رفیقام هم میخوام. بله دوتا هم داریم، بفرمایید. مشکی. آچه خانم اینا چه تمیز نمی‌کنین؟ اسمشون چیه؟ ببخشید دیگه امروز بارون اومده و اینا کثیف شدن. کار خیلی سختی هم نیستش، یه کارواش ببری 30 درهم بدین تمیز میشه. اسمش چیه؟ رولز رولز کثیف شده ولی فقط. سفیدش هم داری؟ بله سفیدش هم داریم. خیلی رنگ جذابیه سفید. اینا رو زیر بارون نگهداری میکنه؟ بله دیگه امروز بارون خبر نکرد و یهویی اومد. اسپیتر هم داره؟ اسپیتر؟ اسپکتر. همون که میگی. بچه هم کثیف شد بارون اومده. بفرمایید. چرا اینجوری شده؟ بعد از همینا مثلا یه دونه بنفش تور هم داری؟ بله بنفش هم داریم، بفرمایید. این هم کثیفه. خانم ما حقیقتا میدونی داستان چیه؟ اومده بودم یه عرض ادبی کنم بعد بگم که اینا رو یه دستمال بکشید دیگه. ببین خب حیفه دیگه، اینا رولز رویسه، اینا تمیز باید باشه، بارون میاد، برف میاد، خیس میشه. خوشحال شدم از هم صحبتی با شما. خدا نگهدار. شناختی؟ بله شناختم. نشناختی؟ این استامو چک کن. میدونی؟ خدا نگهدار. آقای محترم. بله آقای محترم. خدا نگهدار. لیدی بسیار بیوتیفولی ها. لیدی رولز رویس بچه‌ها نگاه پالی برای گلم. رولز تمرین کن. خداحافظ. خدا نگهدار. قشنگم. خداحافظ.